سلام بچه‌ها، خوش آمدین به یه ویدیو جدید از کانال شاهین شریفی. تو این ویدیو یه دونه آپارتمان تور داریم از آپارتمانی که من تونستم بعد از زندگی دانشجویی توی اروپا کرایه کنم. پس این ویدیو رو دست ندید، با من همراه باشید تا آخر ویدیو. خب بچه‌ها، شروع میکنیم با درخت کریسمس. امسال اولین سالیه که بعد از اینکه مهاجرت کردم تونستم بالاخره درخت کریسمس خودم رو داشته باشم با این توپای قشنگ. بابا نوئل هم این وسط داریم، بذار نشون بدم. بابا نوئل هم داریم این وسط. خلاصه خیلی قشنگه، یه حالت خوبی به خونه داده. این مبل مطالعه منه. من میام اینجا، از اینجا کتاب برمیدارم، بله اینجاست، از اینجا کتاب برمیدارم، بعد میرم میشینم ریلکس اینجا، چراغ رو روشن میکنم، میشینم کتابمو میخونم، خیلی ریلکس. اینم گرفتم گذاشتم کنارش که اصلا یه فضای فوق‌العاده درست میکنم. هر وقت که نمیدونید من کجام، من اینجا نشستم دقیقا روی این مبل. الان کتابی که دارم میخونم اینه Reasons to Stay Alive. کتاب قشنگیه، پیشنهاد میکنم اگر روزای سختی رو دارید پشت سر میذارید این کتاب رو بخونید. اینجا رو ببینید، چرا ما الان این Happy Birthday 25 رو اینجا داریم؟ چرا با این بادکنک ها؟ چون امشب تولد دوست دخترمه. من الان منتظرم که از سر کار برگرده. امروز من مرخصی گرفتم، موندم خونه که تمام این کارا رو بتونم انجام بدم. البته یه مشکلی هم پیش اومد. این مشکل پیش اومد، متاسفانه بالون من ترکید. نگاه کنید، بالونم ترکید، فقط پاهاشو تونستم درست کنم. الان فقط پاهای این یونیکورن مونده. پیش میاد. خب از کنار این مبل راحتی من که میگذریم، اینجا تلویزیونه با یه کتابخونه زیرش، یه کتابخونه کوچولو زیرش. اینجا ما یه بونزای داریم. بونزایمون یه ذره اولاش این برگاش ریخت، اما خب الان دوباره داره رشد میکنه. بعد میریم ورتر تلویزیون داریم که تلویزیون نگاه کنیم. میشینیم اینجا روی این مبل، میایم ورتر. اینجا یه دونه این لامپه رو من خیلی دوستش دارم، خیلی فضای قشنگی داده به خونه، خیلی حالت قشنگی ایجاد کرده. اینجا ما یه دونه در واقع جای گلدون و اینا داریم که 3 طبقه است، 3 تا گلدون گذاشتیم. یه دونه اینه، الیه، این دخترمه، یه دسته گل که دیگه الان فکر میکنم وقتشه که بنزیمش دور، و این ورم یه گل دیگه که یکی از دوستان برام آورده، و اینجا این چراغ زیبا رو داریم که یه حالت خیلی وینتج باحال داره. حالا میگیم این سمت که مبلمون هست، یه مبل 3 نفره است که همش از ایکیا گرفتیم، همه. اینم میز جلو مبلیمونه که زیرش بازیامون رو گذاشتیم، بازیای جمعی و از این داستانا. بعد اینجا بالکنمونه، بالکن یه پنجره اون پشت داریم. میایم این سمت، اینجا میز ناهارخوریمونه که تمام اون ویدیوهایی که شما میبینید، مثلا تست نمیدونم خوراکی‌های لهستانی، رومانیایی و خوراکی‌های ایرانیایی، خوراکی‌های ایرانی رو پشت این میز گرفتیم. یه سری کادو هم هست دوباره اینجا که خوشمون نیومده و بریم پس بدیم. البته نه به کسی که به ما کادو داده، ما این کادو رو خریدیم برای کسی، ولی خب خوشمون نیومد می‌خوایم پس بدیم. حالا این گوشه هم ما این دوستمون رو داریم که قبلا جای درخت کریسمس بود، ولی خب الان گذاشتیمش اینجا به صورت موقت. اینجا هم یه میز کار داریم که میشینیم اینجا کارمون رو انجام میدیم. در کنار میز کار یک عدد گل و گیاه دیگه داریم زینتی اینجا روی این چارپایه زیبا. این چرا اومده مثلا سر بره گوشه تر. اینجا شاهین شریفی رو داریم، شاهین شریفی داخل آینه. حالا بریم به سمت این سمت. چرا
روشن کنیم. این سمت ورودی ساختمونه، این سمت سرویس بهداشتی، پشتم آشپزخونه است. اصلا نمیدونم اینقدر علاقه داشته باشید که سرویس بهداشتی برین. سرویس بهداشتی چیز خاصی نیست، یه سرویس بهداشتی روشویی، یه هم میایم این سمت. به آشپزخونه رو داریم اینجا که بسیار مدرن و بازسازی شده و جدید. ببین حتی ما فر داریم، ماکرو فر داریم. از همه خفن‌تر ماشین ظرفشویی داریم. یادم رفت من روشن کنم، می‌خواستم روشنش کنم. روشنش کردم. حالا میایم این سم دستگاه نسپرسو داریم که خیلی زیباست و اون هم که یخچاله دیگه. حالا بذار بهتون بگم، من قبلا خب دانشجو بودم، بعد انقدر که ذوق دارم به خاطر این مثلا ماشین ظرفشویی، به خاطر که زندگی دانشجویی ماشین ظرفشویی نداریم که، یا نمیدونم آشپزخونه یخچال بزرگ نداریم که به عنوان دانشجو، یا نمیدونم ماکروفر نداریم که. خلاصه اینا خیلی لاکچری حساب میشه. آره خلاصه به خاطر اینه که من انقدر ذوق دارم. و اینم گاه چیز روش غذا درست میکنیم، برقیه کامل. این چجوریه؟ اینجا میزنیم روشن میشه. از اینجا اومدیم داخل، درسته؟ این در آشپزخونه است، بسته میشه، پشتش یه دره. اگه گفتین کجاست؟ اینجا اتاق خوابمون توی آشپزخونه است. اوکیه، مثلا وقتی میخوایم آشپزی کنیم در میبندیم. خب اینم باز همش ایکه، یه تخت 2 نفره، سایدا این کنار تختی ها، 2 تا لامپ که 3 تا لامپ بیرونه و این ور دوباره شاهن شریفیه داریم اینجا. یه دونه گلوگیاه دیگه داریم. من گلوگیاه خیلی دوست دارم، هرچی بیشتر بهتر. اصلا به نظر من هیچ وقت کافی نیست، همیشه باید بیشتر داشته باشه. خلاصه این یک عدد تور آپارتمان بود که با هم داشتیم. گرفتن این آپارتمان سخت بود، یعنی چون هر کسی به ما چیز نمیداد. همه به هر کی میگفتیم، مثلا میگفتیم آقا ما آپارتمانتو دوست داریم، میگم نه شما مثلا مورد بهتری هست که ما به اون اجاره بدیم به شما. واسه بعد از کلی سختی تونستیم این آپارتمان پیدا کنیم و هیچی تو این آپارتمان نبود، کاملا خالی بود. هر چیزی که اینجا میبینید، البته به جز آشپزخونه مثلا چی میگن، ماشین ظرفشویی و همه ایناش روش بود. منظورم مثلا لوازم خونه مثل مبل و نمیدونم تخت و این چیزا اینجا نبود. همه رو خودمون آوردیم، هر چیزی که میبینید خودمون آوردیم و رفتیم خریدیم و بالاخره یه آپارتمانی جور شد. الان فکر میکنم نزدیک 9 ماه اومدم نقل مکان کردم به اینجا. اینم از این ویدیوی تور آپارتمان. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو دست ندید. و میدونم ویدیوهای بعدی هم دوست دارید. اگر این ویدیو رو نگاه کردید ویدیو بعدی هم دوست دارید، لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.